صالحه جان میشه بر ما از خاطرات خود که در کاج داری همراه با دوستانتان که داشتین از اون صحبت های داشته باشین؟ که یکی از دشوارترین و دردناکترین لحظاتی بود که هر شاگرد میتونه زندگی خود تجربه بکنه و همچنان یعنی تمام شاگردها به یک حالت بسیار خرابی بودن، آرزوهای خود دست داده بودن. واقعا رویه های ما به خاک خورده بود، انگیزه ما به خاک خورده بود، دیگه نمیتونستیم حتی خود بلند کنیم. یعنی یک قسم از درس بعد ما آمده بود، خانواده ما، خود ما، مردم ما از درس نفرت کرده. از دانش آموزانی که در روز حمله اینجا حضور داشتن آیا همچنان اما اشتیاق و شوق که پیش از حمله داشتن یا هم اما حادثه علمناک صورت گرفت حالا هم همون گونه شوق و انگیزه هست و یا خیر؟ قبل از اینکه همچون حادثه رو بودن، حادثه بر هر جایی که رخ میدهد یک تاثیر منفی خود را دارند. سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز و خوب چینل یوتیوب هدف میدیا. خوش آمدید به یکی دیگر از گزارش های ما با من مروه برهانی و تشکر از اینکه همیشه چینل هدف میدیا را سابسکرایب میکنین، برنامه های ما را با دوستانتون شریک میسازین، کامنت های مقبول و زیبایتان را همچنان بر ما میگذارین. و امروز باز هم آمدیم به یکی از کنفرانس های مطبوعاتی که در رابطه به یادبود از شهدای کاج مؤسسه HBT این کنفرانس را برگزار کرده و هدف از برگزاری این کنفرانس می باشه که تشویق جوانان به کتابخوانی و همچنان کامپیوتر لب دارا می باشه و چه خوب است که امروز از شهدای کاج و از خواهران ما امروز یادبود شده هست و این چنین یک کنفرانس را برگزار کردن و واقعا حضور جوانان، حضور مطبوعات و رسانه ها بسیار زیاد گسترده می باشه و ما زمانی که به اینجا آمدیم اما اشتیاق و شعور جوانان را دیدیم که بسیار زیاد با شعور اشتیاق اینجا آمدن و در این کنفرانس اشتراک کردن. واقعا جای خوشحالی است و ما هم خیلی ها پرحرفی نمی‌کنیم، ما هم آهسته میریم به جایی که کنفرانس قرار است برگزار شود و همچنان ما را تنها نگذارین و با ما همراه باشین و بیشتر گزارش از داخل می داشته باشین. و همچنان دوستان حدیث از خانواده شهدای کاج همچنان در این کنفرانس دعوت به عمل آمده و از زخمیانشان، شاگردانی که زخمی شده بودند در اینجا از اونها همچنان دعوت به عمل آمده و ما هم می‌خوایم همراه اونها همچنان صحبت‌هایی را داشته باشیم و از با ما همراه باشیم. گفتم که از شاگردانی که در این کورس وجود داشتن و در روز حمله همچنان حضور داشتن و هستند و در کنار خود یک از اون دختر خانم‌های شجاع را با خود دارم. پس چه خوب است بریم همراه اونا صحبت‌های بیشتر را داشته باشیم. پس با ما همراه باشید. خب عزیزان بیننده، من در کنار خود یک تن از دانش آموزان کاج را با خود دارم که در روز حمله همچنان در مرکز آموزشی کاج حضور داشتن و بچه خوب است که صحبت‌های بیشتر را با خودشان داشته باشیم. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر. صالحه گوهر هستم، یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی کاج. سلامت باشی صالحه عزیز، بابت ارزی که بر ما وقت گذاشتی. خب صالحه جان از جمله دانش آموزان بود که گفتم در روز حمله همچنان حضور داشتن و امروز ما خوشبختانه در کنار خود داریمشان. صالحه عزیز میشه برای ما در نخست بگی که چه مدت زمان میشه که خودت در مرکز آموزشی کاج مصرف آموزش هستی؟ خب حقیقتا در این شعبهش مدت کم میشه که درس میخوام و در مدت شعبه دیگهش مدت تقریبا یک سال درس میخوندم و همچنان درباره حمله گفته بتونم که یکی از دشوارترین و دردناکترین لحظاتی بود که هر شاگرد میتونه زندگی خود تجربه بکنه و همچنان یعنی تمام شاگردها به یک حالت بسیار خرابی بودن، آرزوهای خود دست داده بودن و ولی در بین شاگردها بعضی شاگردها بودن که با وجود مشکلاتی که داشتن زندگی تونستن درس خود ادامه بدهند و هیچ وقت انگیزه که زندگیشان بود را دست ندادند. دقیقاً چقدر زیبا و عالی گفتن که یعنی با وجود که قدر حمله خطرناک را همچنان سپری کردن ولی انگیزه خود را از دست ندادن و هنوز برای خودن ادامه میدن. دوستان خب صالحه جان میشه بر ما بگی که زمانی که حمله صورت گرفت و متاسفانه بیشتر خواهران ما جام شهادت را نوشیدن و یک تعداد از خواهران ما همچنان زخمی شدند، واقعا دردناک بود و نمیخوایم که دیگر از این موضوع صحبت داشته باشیم چون که واقعا موضوع غم انگیز است و امروز جای خوشحالی است که از اون خواهران گلگون
سفید ما از اون خواهران با اندیشه ما شما چی میشه یادبود شده است و واقعا جای افتخار است. خب سال حاضر میشه بر ما از خاطرات خود که در کاج داری همراه با دوستانتان که داشتید از اون صحبت های داشته باشید. خب این یک چیز بسیار عادی است که همه شاگردان مثلا زمانی که درس میخوانن خاطرات خوش برمی داشته باشند، ولی ما خاطرات خیلی خوب داشتیم با دوستان ما، با کسی شهید شدن یا با استادان ما خاطرات خیلی خوب داشتیم و زمانی خیلی بود که ما از این در کنار درس خواندن خیلی چیزهای دیگر از استادان شاگرد از هم دیگه یاد میگرفتیم. خب یکی از طبعا دوره دانش آموزی دوره پر از خاطره می باشه بر همگی ما شما و چه خاطری خوب خودت از کاج داری و چی هم خاطری بعد از کاج داری؟ خب فرق نمیکنه از دوستان باشه از استادان باشه. خب خاطره خوب زیاد است، مثلا ما از دوستان خود خیلی چیزای زیادی یاد گرفتیم، از استادان ما در کناری که درس یاد میگرفتیم یعنی درس‌های زندگی و از دوستان ما مثلا زمانی که یکی از خاطرات خیلی بعد حادثه انتحاری بود و متاسفانه و همچنان از خاطرات خوب که یعنی از کسایی که بازمانده بودن انگیزه خود هیچ وقت به زندگی دست ندادن و همچنان بعد از کوشش تلاش بیشتری کردن، یعنی این بهترین درس بود که از اینا میتونی گرفت. زنده و سلامت باشه سالهای عزیز. اگر حرف پیام باشه کمی ما در خدمت. خب پیام یک از پیام خاص ما است که یعنی زندگی میتونه مشکلات زیاد داشته باشه، میتونه مشکلات زیاد داشته باشه ولی هیچ وقت نباید با از دستان یکی از عزیزان ما دوستان ما نباید انگیزه خود نسبت به زندگی و درس یا با آینده خود دست بدیم. دقیقاً. زنده و سلامت باشه سالهای عزیز. خب دوستان عزیز خوشبختانه در کنار خود یک تن از بنیانگذاران این کتابخانه را از مؤسسه HBT با خود دارم و صحبت‌های بیشتر همچنان با اینا می‌داشتم. سلام وقتتان بخیر. سلام وقتتون بخیر. سلام. حشمت الله نژاد هستم. خیلی حالی خوشبخت هستم از اینکه امروز در کنار خود شما را دارم. خب نکته میشه بر ما در نخست بگویید که چی مدت زمان میشه شما کتابستان برگ‌های همیشه سبز کاج را آغاز کردین یا هم شروع به فعالیت کردین؟ خب بسیار خوب. از ما تقریبا 2 یا بیشتر از 3 ماه میشه. یعنی مدت زمان کم میشه. مدت زمان کم میشه. که ما کمک‌های اول کمک‌های ما بود خراب پست همین لپتاپ‌های بود، میز بود، انواری‌ها بود که خاطر کتابخانه ساختیم. بعداً این مدت تقریبا یک هفته بیشتر ما کتاب‌هایی که فعلا شما می‌بینید در کتابخانه آوردیم. درست است. خب این نهاد چه علت سبب شد برش که باید کتابستان را به نام برگ‌های همیشه سبز کاج ایجاد بکنیم؟ خب یکی از ما کمک‌های بیشتری است، همچنین مثلا کمک‌های اولیه همین خودتان شاید حالت می‌بینید که مثلا زلزله شده، سیلاب‌ها شده، اصلا کمک‌های موفقی بوده. اما بر علاوه از اون کمک‌های مانند کمک نمودن کتابخانه، بعض کتابخانه‌های دیگر از جمله کتابخانه همیشه سبز کاج میباشه، برگ‌های همیشه سبز کاج میباشه که ما با این خوشحال شدیم که بعد از این دیدیم که جوانای ما رو به خواندن تدارس‌های مختلف و درس‌های مختلف میباشند. یعنی از کمک‌های ما شوق چیز ماجراش و احسال تدریس و چیز کمک کنیم. از دانش آموزانی که در روز حمله اینجا حضور داشتن آیا همچنان اما اشتیاق و شوق که پیش از حمله داشتن یا هم اما حادثه هلمناک صورت گرفت حالا هم همون گونه شوق و انگیزه هست و یا خیر؟ یا شما زمانی که خواستین این کتابخانه را ایجاد بکنین علاقه‌شون چگونه بود؟ خب این طبیعی گپ است که قبل از این که همچون حادثه رخ بوده، حادثه بر هر جایی که رخ می‌دهد یک تاثیر منفی خود را دارند. اما بعد از او ما می‌خواهیم که همچون فعالیت‌های آغاز کنیم که بتوانیم جوانان را تشویق کنیم، یعنی حادثات گرچه حادثات بیاد اما از کارهای خود پسمان نباشیم، یعنی درس و تعلیم خود را ادامه بدیم، هیچ وقت یعنی تسلیم نشیم. و به عنوان آخرین سوال آیا حضرت دانش آموزان همچنان در اینجا حضور دارند و یا خیر؟ بله وجود دارن که شاگردهای مختلفی است و اونو به شوق علاقه می‌کنند همیشه درس خود ادامه دادن و هیچگاه ان شاء الله تسلیم نخواهند شدن. زنده و سلامت باشید. تشکر. حرف پیام بشه کاملا در خدمت. پیام منی است که هم جوانای ما شما داریم و جوانای فعال است هیچ وقت تسلیم نشیم. نشه حوادث رخ می‌دهد در کشور باید همت و توان خود را از دست ندهیم. زنده و سلامت باشید. خب دوستان عزیز واقعا صحبت‌های با
آقای نگزاد داشتیم و در رابطه با ایجاد این کتابخانه گفتند و همچنان در رابطه به این گفتند که چه مدت زمان میشه کتابخانه را ایجاد کردن. همون قسمت شما در تصاویر می‌بینید این که حضور رسانه‌ها، حضور جوانان، حضور دانش آموزان خود کالج اینجا بسیار پررنگ است و هر لحظه حضور مردم، حضور جوانان گسترش پیدا میکنه و صدای برنامه را همچنان با ما همراه باشین. تشکر از اینکه همیشه چینل هدف میدیا سابسکرایب میکنید، برنامه‌های ما را با دوستانتان شریک می‌سازید و همچنین کامنت‌های زیبا و مقبولتان را بر ما می‌گذارید و در صفحات اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک همچنان ما را بیننده. باز هم من خوشبختم در کنار خود یک کتابخانه دیگر دارم که هم از جمله دانش آموزان مرکز آموزشی کاج هستند و همچنین در این کنفرانس اشتراک داشتند و از جمله یک تن برگزار کنندگان دیگه میتونیم بگوییم که هستند و در این قسمت همکاری های خود بیشتر داشتیم و چه خوبه که صحبت های بیشتر همراه خودشان داشته باشیم. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقتتون سلامت باشید. تشکر. نامتان؟ مریم تکابیش می‌باشیم. خب مریم جان، میشه بر ما بگویی که چه انگیزه سبب شد خودت در علاوه از اینکه دانش آموز همین مرکز آموزشی هستی در این کتابخانه همچنین سهم داشته باشی؟ انگیزه ما همی بود که بعد از حادثه خونین کاج که ما عزیزان ما را دست دادیم، واقعا رویاهای ما به خاک خورده بود، انگیزه ما به خاک خورده بود، دیگه نمیتونستیم حتی خود بلند کنیم. یعنی یک قسم از دست بعد ما آمده بود، خانواده ما، خود ما، مردم ما از دست نفرت کرده بود به این خاطر که امی باعث میشه که ما اطفال خود دست میتیم، عزیزان خود دست میتیم. ولی نه، ما شجاعت استاد مدبر، استاد نجیب با وجود که خواهر خود و شاگردای زیاد خود این دفعه اولش نبود، چندین بار بود که در موعود، کوثر و همچنان حادثه اخیر که رخ داد در کاج صورت گرفت. وقت که ما اینا رو دیدیم که بعد از یک هفته برای همه ما زنگ زدن و با بسیار مهربانی از ما درخواست کردن که دوباره بیاین و درس‌هاشون بخونن و همین حادثه خونین تقریبا 2 هفته پیش از امتحان کنکور ما رخ داده بود که ما در عین اوج بلندی بودیم، در اوج پرواز کردن بودیم. ما میریم و هدفهای خیلی زیادی داشتیم. اگر ما به جرئت براتون گفتم میتونم اگر این حادثه رخ نمیداد صد بهترین از کاج بود، چون بالای ما خیلی کار شده بود. استاد مدبر، استاد نجیب، این استادای بودن که واقعا زحمت زیاد بالای ما کشیده بودن و همین حادثه باعث شد که ما دوباره از جای ما بلند شدن نتونیم. بر علاوه از این ما روزی که استاد مدبر از ما درخواست کرده بود و ما آمدیم در مجلس شرکت کردیم، استاد مدبر از ما خیلی عاجزانه تقاضا کردن، خواهشانه تقاضا کردن که باید راه خواهرایشان ادامه بدیم و راه دانش آموزان دانایی را یا شهدای دانایی را که به خاطر درس خواندن فقط دلیل کشته شدنشان، جرمشان فقط درس خواندنشان بود، شهید شدن، که شما باید متهم به این شدین. اگر از به شما بر از شوق میخواندین، حالا باید مجبور مکلف هستین. شما این را به آسانی به دست نآوردین، خون دادین به این را، خون ما را خود ما همه ما مسلمان هستیم ان شاء الله. این میدونیم که خداوند در قرآن کریم فرموده اگر یک انسان از بین بره به عنوان از این است که تمام دنیا از بین بره، گفته گناهش زیادتر نیست. اگر یک انسان به ناحق از بین بره، گفته من کسی را بخشیده نمیتونم. یعنی گفته خودم جور کردیم، خودم میخوایم که خودم از بین برم یا زندگی دوباره در دنیا بتونم. دیگه کس حق نداره یا همون نسل جوان، چی افغانستان باشه، چی مسلمان باشه، چی کافر باشه، کس حق نداره یک نسل جوان بالاش قدر ظلم کنن. و واقعا حادثه بود که نه تنها افغانستان، نه تنها خانواده های شهدا را بلکه تمام جهان آزرد. و امروز ما افتخار میکنم با وجودتان از اینکه در کنار ما هستین. خب از این گفتین که چه انگیزه سبب شد که شما باید در کتابخانه همچنان سهیم باشید؟ کتابخانه به این خاطر که روزی که ما اینجا آمدیم بعد از امتحان کنکور را که دادیم و بسیار انگیزه بالا به این انگیزه داشت که ما امروز به جای خود امتحان نمیتونیم، ما به جای هر کدام مکلف هستیم که جای 5 نفر، جای 6 نفر امتحان بدیم از همصنفی های شهید ما و همچنان خود ما شاگردان
نخبه بودیم. خیلی آرزوهای بلند داشتیم و می حادثه بالای ما خیلی تاثیر منفی را گذاشته بود. بر علاوه از این ما تونستیم نمرات خیلی خوب را کسب کنیم. دقیقاً. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه وقت گذاشتین با ما صحبت داشته باشین. هر پیام کاملا در خدمت. پیام ممی است که هیچ وقت تسلیم نشین، تسلیم شرایط نشین. در خواندن خداوند پیغمبرش بر ما گفته بخونین، خود خداوند بر ما گفته در هیچ کتاب در هیچ جای نوشته نیست که دختر باید درس نخوانه. ای که یک نسل یک قوم بگم یک حکومت بگم میاینه و از پیشون چانه‌زنی میکنن که در اینجا نوشته است. حتی حدیث جعلی ما نداریم که گفته باشه، حدیثای جعلی یا دروغین هم نیست که پیغمبر گفته باشه دختر درس نخونه. نمونهش ما در 2400 سال پیش داشتیم اگه اینا میگه دختر باید درس نخونه. نمونه اقتصاد که امروز اقتصاد برای دخترها بند کردن حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود که خودش یک از تجارت پیشایی بود که مکه را به شورش وامی داشت. و همچنان اگر امروز یا ژورنالیسم بند کرده حضرت زینب نواسه پیامبر چنان سخنرانی در مجلس یزید داشتن که مردم با امو سخنرانیشان تونستن که مثلا به زمین بفتن و به پای حضرت زینب بفتن و ازشان معذرت خواهی بکنن. و همچنان تبابت قابلگی و چیزا هم که بود در اون زمان خانما شاهدش بودن. این قوم این حکومت که امروز این حرفا رو میزنن بهانه جویی میکنن از خودانا رو وش میتن، نمیتونه ما رو از درس خواندن ما بداره. اگر ما رو در بحث قلف کنه به خانه ما قلف کنه، ما اینترنت داریم، ما در صفحه مجازی شرکت داریم، میتونیم به هر قسم کتاب در خانه داریم، انواریای ما پر کتاب است میتونیم بخونیم. و هیچ وقت پیشنهادم بر جوانان بر خواهران نمی است که هیچ وقت گریان نکنین. خودکشی راه حل نیست که یک روز خودکشی میکنین باز ویدیوش میمونه در تلویزیون ما خودکشی کردن. خودکشی یعنی تسلیم شدن. بخزین با لبخند. درسته که آکنده ذهنتان، قلبتان، استخوانایتان پر از درد است، ولی بخزین برخیزین و با همون تلاش که وقت داشتین حالم تلاش کنین. هیچ وقت تسلیم شرایط و حکومت نشین. ان شاء الله این روزم تمام شدنی است. زنده و سلامت باشید. تشکر بابت تعریف قشنگ و زیبایی. دوستان بیننده دیدیم که خانم مریم با ما صحبت داشتن و در رابطه به گذشته خودم، در رابطه به حادثه هلمناک کاوش بر ما یادآوری کردن و از اینکه هم از جمله دانش آموزان هستند و هم از جمله برگزار کنندگان کتابخانه هستند با ما صحبت داشتن. پس ما همراه باشید. جهان سپاس از تمامی شما بیننده های عزیز و خوب که تا حالا با ما همراه بودین و امیدوار هستم که از برنامه لذت برده باشین. این گزارش امروزی که ما به شما تقدیم کردیم تا گزارش بعدی که باز هم من رو برهانی از طریق چینل هدف میدیا در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همگیتون به الله یکتا میسپارم. فراموش نکنید که چینل هدف میدیا رو سابسکرایب نموده، برنامه‌های ما رو با دوستانتون شریک بسازین و همچنان لایک و کامنت رو فراموش نکنید. تا بقیه برنامه ها ایام بکن.